ارواحش خواب ندارن. داستان واقعی قتل‌های ویلسکا. اون شب خانواده مور، جوزیانا، سارا با 4 بچه‌شون، هرمن، کاترین، بوید و پول از کلیسا برمیگردن خونه. همراه با 2 مهمون کوچولو، لینا و اینا، 2 خواهر که قرار بود فقط 1 شب اونجا بمونن. فقط 1 شب. همه میخوابن، خسته، بیخبر، آروم. اما قاتل اون قبل از اونا رسیده بود. رفته بود بالا توی زیر شیروانی و اونجا منتظر نشسته بود. توی سکوت، توی تاریکی، با یه تبر. وقتی ساعت از نیمه شب رد شد، اونم شروع کرد. اول رفت سراغ جوزیانا. ضربه اول محکم و کاری. بعد سارا، بعد بچه‌ها. هیچ کس بیدار نشد. یا اگر شد فرصت فریاد نداشت. آخر سر نوبت رسید به لینا و اینا، مهمونای کوچولو. پزشکا گفتن فقط لینا بیدار شده بود. رد جابجایی بدنش روی تخت اینو میگفت. شاید خواست فرار کنه. شاید چشمش به قاتل افتاد. شاید فقط ترسید. اما هیچ کدوم از اون تخت بیرون نرفتن. قاتل صورت همه رو با پارچه پوشونده بود. حتی آینه ها رو هم. انگار نمیخواست خودش رو ببینه. غذا روی میز بود، دست نخورده. درها از داخل قفل بودن. و عجیبتر از همه یه ته سیگاری توی زیر شیروانی پیدا شد. یعنی قاتل اون بالا بوده، منتظر، کشیده، تماشا کرده و بعد شروع کرده. پلیس دنبال قاتل گشت. یک کشیش عصبی به اسم جورج کلی رو گرفتن. حتی اعتراف هم کرد، ولی بعد گفت من فقط خستم، ولم کنید. و هیچ کس هیچ وقت محکوم نشد. پرونده هنوز بازه. بله، هنوزم. اما حالا برسیم به بخش ترسناکش. اون خونه هنوز سر پاست. مردم میان اونجا، شب میمونن و خیلی هاشون دیگه هرگز مثل قبل نمیشن. یکی میگه صدای بچه‌ای که اسمشو صدا زده رو شنیده. یکی دیگه میگه تو آینه یه چیزی پشت سرش دید. یه نفر گفت نیمه شب یه صدای آهسته تو گوشم گفت من هنوز اینجا. الان اگه بری اونجا، در نگاه اول یک خونه چوبیه، آروم، حتی بامزه. ولی یه چیزی توی هوا هست. یه سنگینی، یه سکوتی که انگار پر از سر صداست. میگن اگه شب بمونی صدای قدم‌هایی رو میشنوی که از پله‌های چوبی بالا میان، ولی هیچ کس پایین نیست. میگن قاتل هنوزم اونجاست، همون بالا، توی زیر شیروانی، نشسته و منتظره برای یک شب دیگه، یه خواب دیگه و شاید یه مهمون دیگه. اگر هنوز شبها راحت میخوابی، بهتره هیچ وقت این آدرس رو سرچ نکنی. He hollered out the window. Good Lord, there's people dead in every bed. I took a picture in the mirror. She's looking back at me. We would get nauseous. He would really show you he wanted you out. My ghost story started when I entered the Villisca house where 8 people were brutally axed to death. I am the owner. A lot of people are very drawn to the house just because of the history. It was kind of a dark side of Villisca. And to this day, we do not know who swung the axe. I've seen doors open up, you know, and that. But the scariest things that I've had is what little children do. They'll play with somebody that's not there, and that makes the hair stand up in the back of my head. That was my real convincer that there was something in the house. The tragedy
did not end that night, and several people afterwards were very affected by it. It's an unsolved mystery of who committed the murders. The Moore family is still trying to tell us, look, this is who did it. Why did I buy the house? You know, what drew me to the house? I'm not really sure. I get scared. There's times that I just feel that I should leave, like I'm in amongst where I don't belong. ممنونم که تا آخر این ویدیو با من بودید. امیدوارم که لذت برده باشید. برای حمایت و انرژی به من و فیلم‌های بیشتر و بهتر لطفاً چنل رو ساب کنید، لایک کنید و کامنت بذارید و زنگوله رو فراموش نکنید. قول میدم دنیای جدیدی از داستان‌های ترسناک رو براتون باز کنم. خدا نگهدار.